دختری نداشت. 3 رقم میخواید. این نکات برای شما باید گفت. پیام اسلام به اینجا چیست؟ شب ازدواج اگر اما غشایی بکارت اگر وجود نداشته باشد Is it preferable? It is mubah. عزیزان، بسیاری از جوانان مسلمان هستند که شب اول عروسی با چیزی مواجه میشه که اصلا فکرشان نمیکنند. اونا به خاطر از اینکه آبرو و عزتشان خدشه‌دار نشود هیچ کار نمیکنند و تا آخر عمر به شکل پنهانی رنج میبرند. چرا؟ به خاطر که اونا شب اول عروسی وقتی که با خانومش مقاربت میکند، خانومش از پرده بکارت محروم میباشد، ولو هر دلیلی که بوده باشد. موضوع خیلی جالب و در این حال خیلی مهم است، به خصوص برای جوانانی که در این یک حالت قرار میگیرند. باید چی کنند؟ شریعت ما، اسلام ما در این رابطه چه حکم میده؟ در شروع از صحبت‌های مرحوم استاد نیازی را میشنویم که یکی از هموطنان ما از طریق تماس این سوال ازش پرسیدند و در ادامه صحبت‌های دکتر صاحب ذاکر نایک را میشنویم که کاملا متفاوت است و دو نظر خیلی مختلف است. پس لطفاً ویدیو را ترک نکنید تا آخرین لحظات ویدیو ما را همراه باشید تا اینکه سوالاتی که در رابطه با این موضوع در ذهن شما است تمامش حل شود. سلام علیکم. سلام علیکم جناب مولوی صاحب. و علیکم السلام. مهربانی صاحب بفرمایید. یک چند سوال داشتم مولوی صاحب که بسیار سوالای عمده است. بفرمایید مختصر. امی کسی که امرای کسی که ازدواج میکنه، مثلا او خانمی که ازدواج میکنیم مثلا دختر باشه، اگر او نباشه او را به خاطر امی عیبش که از ترس خدا که میگه عیب کسی را بپوشان خداوند عیب تو را بپوشانه، او را پس در شب عروسی که میبینی دختر نیست، او را از ترس خدا پس به خانهشان دوباره روان کردن نمیتونی، نگاهش میکنی، این چی حکم داره؟ نکته اولی که دوست ما پرسیدن این خیلی مهم است. اجازه بدین که در این مورد هم یک چند لحظه صحبت داشته باشیم و این معنا که در صورتی که طور مثال چون شریعت به اصطلاح واضح از احکام شریعت نباید ما در لفافه صحبت بکنیم. در صورتی که اگر شب ازدواج اگر اما غشایی بکارت اگر وجود نداشته باشد، با مجردی عدم وجود غشای بکارت نباید یک انسان بالای خانم خود یا بالای دختری مسلمان بدگمان شود. بسیار یک چیزی قابل قبول نیست که بس اوقات متاسفانه این قضیه را زیاد دوستا و زیاد هموطنای عزیز بارها آمدن پرسان کردن و حتی به شکنجه مجبور ساختن که خانم دروغی را بسازه و برش بگو که ما مجبوراً اینطور شدم. دوست عزیز ببینید که در فقه اسلامی میگه 7 مدارک که هست که باعث زوال بکارت می شود. 7 مدارک که از جمله به اصطلاح بی‌احتیاطی است یا در شرایط کنونی سیکل سواری است یا در جستن است از جای بلند یا کثرت عذر محور است و یا بس اوقات خود امو لطافتی که در این موضوع می باشد. خوب به هر حال بناءً نباید یک انسان به مجرد نبودی غشای بکارت در مورد یک دختری مسلمان بدگمان باشد. در صورتی که یک دختری با تقوا، یک خانواده مسلمان متدین، به این اساس جای بسیار تأسف است که حتی بس اوقات اینمی موضوع باعث شده است که یک تعدادی از شوهرای بسیار خشین اینها با بسیار شکنجه که حتما یک چیز بگو، خب بیچاره دیگه چاره نداره، یک چیز بگو ما دستم بالای قرآن میمانم تو را اعلامیتم، هیچ کاری ندارم، یعنی تو را دیگه کار ندارم، به این معنا که لطکوبت نمیکنم. خب مجبور است. ما میبینیم که در شریعت اسلامی ما در قانونی که از شریعت گرفته شده است مطلقاً هر اقرار و اعترافی که در نتیجه شکنجه به دست میاد او قطعاً قانونی نیست و قابل قبول نیست. دختری نداشت. 3 رقم میخواید. این نکات برای شما باید گفت. پیام اسلام به اینجا چیست؟ اسلام چی پیام داره؟ به خاطر که چند علت وجود داره. بعض دخترها همین قسم از مادر تولد میشوند، از مادر همین قسم تولد میشه. بعض دخترها در طفلی خود جا شوخی دارن، این طرف و طرف میپرن، خیز میزنن، شوخی میکنن و از بین میره. بعض دخترها سنشان بزرگ میشه و مریض ماهوارشان بیشتر است، این هم از بین میبره. ولی دختر نیست. اسلام میگه به مرد حق نداری، حق
حق نداری که اسرار پوشیده زن خود را فاش بکنی. من نگفتم با مرد با تقوا ازدواج کن، با مردی که خدا میشناسه. For marriage, or to give preference to virgin over non-virgins, or to give preference over good-looking to average-looking women. Sister asked the question that is it culture in Islam? Is it preferable in Islam? عزیزان در یک مجلس این دختر خانم از ذاکر نایک پرسان میکند که چرا مسلمان ها ترجیح میتند که دختر باکره را بگیرند، یعنی دختری که پرده بکارت داشته باشند، چرا زیادتر به اونا ترجیح میتند که اونا را بگیرند؟ و در ضمن چرا در اسلام این ذکر است که باید یک مرد مسلمان تا که میتواند یک خانم مقبول، یک دختر مقبول را پیدا بکند و همراهش عروسی بکند؟ آقای نایک در پاسخ میگه که بسیار سوال خوبی پرسیده و این مسئله مباح است. میریم به زندگی پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر بزرگوار ما با خانم ازدواج کرد که حضرت خدیجه نام داشت و او تقریبا 40 ساله بود و پیامبر بزرگوار ما 25 ساله بود. یعنی تقریبا گفتم میتوانیم که فرق سنینشان 15 سال بود. بعد از او با یک دختر خانم دیگه ازدواج میکنه پیامبر بزرگوار ما که دختر جوان بود، یعنی باکره بود. ببینید تفاوت‌ها را. وقتی که حضرت خدیجه با پیامبر بزرگوار ما ازدواج کرد 15 سال بزرگتر از پیامبر بزرگوار ما بود و در ضمن او زن بود که شوهرش فوت شده بود، یک زن بیوه بود و در ضمن گفتم میتوانیم که یک خانم بود که نان ورجن بود، یعنی باکره نبود. پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فقط یک خانم داشت که همراهش عروسی کرده بود و او باکره بود. بقیه تمام خانم‌هایش باکره نبودند. حضرت خدیجه که بود یک خانم پولدار بود و سنشان بالا بود و در ضمن باکره نبود. بنابراین ما گفتن نمیتوانیم که اگر شخص با خانم ازدواج بکند که او طلاق شده باشد یا هم بیوه باشد، یعنی باکره نباشد، این مشکل ایجاد نمیکند. او از ذوق و علاقمندی خود شخص است. حدیث پیامبر است که برای انتخاب همسر 4 نکته را باید در نظر بگیرد یک شخص. اولی که مقبول باشد، دومی که پولدار باشد، سومی که اصل و نسب داشته باشد و چهارمی هم که دیندار باشد، پاکدامن باشد. بنابراین دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که هیچ مشکلی نیست مثلا یک شخص یک دختر را زیر نظر میگیرد که باید همراهش نکاح بکند، عروسی بکند. مشکل نیست که یکی از این ویژگی ها را اگر داشته باشد، به طور مثال مقبولی داشته باشد و میتونه همراه از اون نکاح بکند، همراهش عروسی بکند، هیچ مشکلی نیست و در نکاحشان هیچ مسئله هم پیش نمی آید. They were widows. So here you find that cross-section, according to me, it's mubah. But it's a personal choice. As the Prophet said, as I mentioned earlier, according to the hadith of Sahih Bukhari, volume number 7, in the book of Nikah, hadith number 5090, that the beloved Prophet ﷺ said, that when a person marries, he looks for 4 things. But Islam... امیدوار هستم که ویدیو مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شما هم نظریات سالمتان را در قسمت کامنت برنامه با ما شریک سازید. ویدیو ما را لایک بکنید و اگر تا به حال کانال ما را سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خدا نگهدار.